سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. به ویدیوی آموزشی امروز هم خوش اومدین. توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ این بخش از کتاب که عنوانش هست Am Strand، یعنی لب ساحل، کنار ساحل. Das Segelboot. Das Segelboot میشه قایق بادبانی، قایقی که با بادبان حرکت میکنه. Die Möwe. Die Möwe مرغ دریایی یا همون مرغ ماهیخوار. Das Meer. Das Meer که معنیش میشه دریا. Der Windsurfer. Der Windsurfer شخصی که این ورزش ویندسورفینگ رو انجام میده. این ورزش به این صورت هست که اون شخص میره روی یک تخته‌ای که حالا با بادبان حرکت میکنه، وای میسته و سعی میکنه موج سواری کنه روی دریا. Das Wasser. Das Wasser به معنی آب هست. Der Sonnenschirm. Der Sonnenschirm میشه چتر آفتابی یا همون سایه‌بان. Die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille میشه عینک آفتابی. Der Schwimmer. Der Schwimmer شناگر، شخصی که شنا میکنه. Die Schwimmflossen. Die Schwimmflossen معنیش میشه باله شنا یا همون کفشک‌های مخصوصی که موقع شنا کردن پا میکنن تا بتونن راحت‌تر باهاش شنا کنن. Der Sonnenhut. Der Sonnenhut که میشه کلاه آفتابی، کلاهی که بر جلوگیری از آفتاب ازش استفاده میکنن. Die Luftmatratze. Die Luftmatratze تشک بادی، تشکی که باد میکنن و باهاش رو ماسه میشینن یا روی آب میمونن. Der Schnorchel. Der Schnorchel میشه همین لوله هایی که برای تنفس زیر آب ازش استفاده میکنن که یه قسمتیش از آب میزنه بیرون و یه قسمتش رو توی دهن یا بینی برای تنفس استفاده میکنن. Der Badeanzug. Der Badeanzug به معنای مایو هست. Der Liegestuhl. Der Liegestuhl لیگشتول بچه ها میشه همین صندلی هایی که کنار ساحل باز میکنن و میتونن روشون دراز بکشن یا بشینن و آفتاب بگیرن. Der Schwimmreifen. Der Schwimmreifen میشه همین تیوب های بادی که برای شنا ازش استفاده میکنن. Der Eimer. Der Eimer به معنای سطل هستش. Die Sandschaufel. Die Sandschaufel به معنای بیلچه ماسه هست، بیلچه‌ای که باهاش ماسه ها رو برمیدارن. Die Muschel. Die Muschel به معنای صدف هست. Die Sandburg. Die Sandburg میشه قلعه شنی. Der Seestern. Der Seestern که میشه ستاره دریایی. قسمت پایین کتاب هم نوشته که ایدا und Tom verbringen mit ihren Eltern einen Tag am Meer. ایدا و توم میگذرونن به همراه والدینشون یک روز رو کنار دریا. verbringen بچه ها میشه گذراندن وقت. Es ist herrlich warm und alle tragen ihre Badesachen. میگه هوا خیلی خوب گرمه، خیلی عالی گرمه و همه پوشیدن لباسهای مخصوص شناشونو. Erzähle, was du alles auf dem Bild entdeckst. میگه توضیح بده که توی این تصویر در کل چه چیزهایی رو تونستی کشف کنی یا پیدا کنی. ممنونم از همراهیتون با ویدیوی این بخش از کتاب.